به محض اینکه پاشو از خونه میذاره بیرون تصادف میکنه. اون مرد ولی دوباره بیدار میشه. همون روز، همون لحظه یه فرصت پیدا کرده که جلوی اون اتفاقو بگیره. تلاششو میکنه ولی باز میمیره. دوباره بیدار میشه. بازم مرد. انگار هر کاری میکنه نمیتونه از سرنوشتش فرار کنه تا اینکه یه روز مکث میکنه. تمام نسخه های خودشو میبینه که دیوانه‌وار دارن تلاش میکنن نمیرن و اینجاست که به خودش میاد و متوجه چیزی میشه. هر دفعه‌ای که مرده داشته به ساعتش نگاه میکرده. هر دفعه‌ای که ون بهش زده حواسش پرت بوده. نکته این داستان همینه. حواس پرتی یه جور مرگه. نه اینکه واقعا نباشی ولی حضور هم نداری. پیش بچه هاتی ولی داری با گوشیت کار میکنی. سر میز شامی ولی داری پیام میدی. نفس میکشی اما زندگی نمیکنی. اون مرد وقتی نگاه کردن به ساعتو کنار گذاشت، وقتی واقعا حواسش رو به همون لحظه داد، اونجا بود که دوباره زنده شد. زنده بودن فقط نفس کشیدن نیست. تو باید حضور داشته باشی. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.